سلام دوستان، امروز اومدم یکی از عجیبترین داستان‌های کریسمس رو براتون تعریف کنم. داستان از این قراره که همه ما کریسمس رو با المان‌هایی مثل کاج تزیین شده، هدیه‌ها و بابا نوئل میشناسیم. اما در فرهنگ اتریش داستان یک کمی فرق میکنه. اونم وجود هیولای ترسناکی به نام کرامپوس هست که به قول افسانه ها بابا نوئل لیست بچه هایی که در سال گذشته شیطونی زیادی انجام دادن و والدینشون از دست اونها کلافه شدن به این هیولای ترسناک تحویل میده. اما در واقعیت کرامپوس یک شخصیت ساده و بی‌خطر بود که در جشنواره کریسمس به عنوان یکی از شخصیت‌های محبوب و سرگرم کننده حضور داشت. او با لباس سفید و صورت پوشیده با ماسک در خیابون‌ها می‌گشت و با کودکان بازی می‌کرد. هدف اصلی او این بود که به عنوان یک شخصیت خنده‌دار و جذاب به جشنواره کریسمس رنگ و بوی جدید بده و مردم رو به خودشون جذب کنه. با این حال شخصیت کرامپوس همچنان در کشور اتریش و برخی فرهنگ‌های اروپایی به عنوان یک شخصیت ترسناک و بدنام شناخته میشه. ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.